بخیر بینندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 27 ایول است. من خیرامون بخوزاده با جمع همکارانم نشینوی برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. موضوعهای برنامه از این قرار است: رئیس شهر اصفهان میگوید نیزوی اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان با تلاش‌های مقامداران دو جمهوری برطرف شد. همه مسائل به طریق گفتگوشنی حل و فصل خودش یافت. بازداشت نوبتی گروهی مهاجران تاجیک در منطقه بالاشیخه مسکو، مقامات پلیس حادثه را شرح نمیدهند. نورسه که همسینفش را به قتل رسانید به مهلت 4 سال از آزادی محروم شد. دادستان کلاب از افزایش جنایتکاری نورسان اظهار نگرانی میکند. اکثریت همین نوبالغانی که همین دست به سوریکنی جنایت میزنند از قائلای 9 سالی ما. مسئولان مقامات شهر اصفهان در پی مناقشه اخیر ساکنان در مرز گفتند که وضعیت سرحد آرام است و کار کمیسیون مشترک با مرام ادامه دارد. پس از 2 مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته، روز 24 ایول ساکنان ده خواجه علا و جماعت وروخ شهر اصفهان باز شاهد یک جنجال خرد گردیدند. مقامات تاجیک گفتند مسئله را یک جایه با همتایان قرقیزشان تحقیق دارند. فرزان محمدی از شهر اصفهان گزارش می‌دهد. همون مسئله به طریق گفتگوشنی با روی دیپلماتی آینده نیست، البته حل خود را می‌یابد. بهاءالدین بهادرزاده شهردار اصفهان پس از 2 روز مناقشه در مرز اصفهان و بادکن حادثه را شرح داد و گفت که این وضع در پی یک سبب ناچیز رخ داده زود حل و فصل گردید. واقعا وقتی که ماشینی کورونی زخم می‌گذشت از بین گویا با شهروندی جمهوری قرقیزستان کمتر یادگیری شده گویم وای دادگی خبر رساندگی. با همین سبب بین شهروندان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زدگی. وابسته به این مناقشه حاضر علاقه مقامات حفظی حقوق کار و فعالیت دارند. خودی همون روز ما با نماینده‌های ناحیه بادکن با راهبری ناحیه و دیگر نماینده‌های حفظی حقوق ناحیه واخوردیم. بعد از آن خودی همون روز نماینده‌های ولایتی از ولایت سوخت و ولایت بادکن حاضر شدند واخوری گذراندند. همه مسائل به طریق گفتگوشنی حل و فصل خودش یافت. روز 24 ایول ساکنان منطقه مرزی شهر اصفهان با فرستادن عکس و نوارها گفتند که در نتیجه مناقشه قرقیزتباران و تاجیکان قسم‌های گوناگون 3 ماشین شکستند و 4 شهروند تاجیکستان ضرر سبک جسمانی برداشتند. روز 25 ایول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات خبر داده بود که حادثه در محل معروف به دچ رخ داده است و تفصیلات آن چنین است: در نزدیکی درآمدگاه دهه آقسای قطار ماشین ها از طرف شهروند جمهوری قرقیزستان ساکن جماعت دهات آقسای کشور همسایه که در حالت مستی ماشین تمغه مرسدس بنز رقمی قید دولتیش 134 ACG 03 KG را اداره میکرد با بهانه آنکه گویا یک از ماشین های تویانه برای حرکت او مانع ایجاد کرده است راه حرکت ماشین ها را میبندد. سپس از ماشین بیرون شده ماشین های شهروندان تاجیکستان را مورد سنگباران قرار میدهد. جانب تاجیکستان تاکید نمود که کمیسیون مشترک دو جانبه سبب و عامل های اساسی مناقشه را بین شهروندان دو دولت معین می نماید. رئیس شهر اصفهان گفت که عین زمان وضع در مرز هر دو کشور آرام است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان که نزدیک 300 کیلومترش تا حال معین نشده است، سالهاست به مکان نظام میان ساکنان و نظامیان تبدیل شده است. دو طرف به سر آب و زمین و چراگاه بارها با هم مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان. حادثه نوبتی بازداشت گروهی مهاجران از جمله مهاجران تاجیک دیروز در محله بالاشیخه شهری مسکو رخ داد. نوارهایی که به ما از جانب کاربران فرستاده شدند صحنه دست به پشت به جای ناشناس برده شدن دهها مردان را نمایش می‌دهد. این گروه را افراد غیر نظامی نظارت می‌کند. برخورد غیر انسانی و بیرون از دایره قانون با شهروندان خارجی در روسیه نو نیست، ولی در ماه‌های اخیر محض شهروندان تاجیکستان از رفتار مخصوصاً به احترامانه با آنها شکایت می‌کنند. همکارم مومین احمدی جزئیات این حادثه را تحقیق کرد.
صحنه بازداشت مهاجران از جانب فردی نقاب‌پوش در روز 26 ایول. مؤلف نوار میگوید این محله بلشیخ مسکو است. نفری که لباس نظامی ندارد و معلوم نیست از کدام ساختاری روسیه است، مهاجرانی به زمین خوابیده را نظارت میکند. مؤلف نوار آنها را شهروندان تاجیکستان گفت. بعداً به این محل کارمندان آمان میرسند. مهاجران با ارسال نوار میگویند روز 26 ایول با شیوه تحقیرآمیز در محله یکم می و بلشیخ مسکو گروهی از مهاجران بازداشت شدند. در نوارها دیده می شود که گروهی از مهاجران را دستها به پشت کارمندان پلیس نگه می دارند. بعداً آنها را به اتوبوس سوار کرده به سمت می برند. در سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که روز گذشته در محله بلشیخ تنها 2-3 مهاجری تاجیک بازداشت شده است و پس از تفتیش سندهایشان آنها را رها کردند. در 3 ماه اخیر فشار و اذیت مهاجران کاری تاجیک که حدود 1 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند در روسیه افزایش یافته است. مقامات تاجیک از همتایان خود طلب کردند که با مهاجران قانونی رفتار کنند. ظاهراً به نظر می رسد که برخورد مقامات روس در قبال مهاجران تاجیک در گوشه و کنار روسیه تغییر نکرده است. مطبوعات روسیه بازداشت دست جمعی مهاجران را از قول مقامات تفتیش حضور قانونی بود و باش مهاجران می نامند. بیننده عزیز و حالا شما را با یک برنامه نوی رادیوی آزادی آشنا میکنیم که به زودی نشرش آغاز می شود. برنامه سلام خواهر نام دارد و همکاران ما در تاجیکستان و پراگ آن را آماده می کنند. زرانگیز نوروزشاه یکی از مؤلفان است و او را قبل از برنامه در استودیو هنگام ثبت پیدا کردیم. سوال اولی ما هم درباره آن بود که سلام خواهر برای کیست و درباره چیست؟ برنامه سلام خواهر مخصوص برای دختران و بانوان تاجیک است، ولی دایره مخاطبانش وسیع می باشد و آن هم برادران و دادران و پدران که می توانند ببینند و از سختی و شادی های خواهران خود آگاه شوند. چرا مخصوص برای زنان؟ چون که روزی نیست که یک زن یا جبردیده یا گرفتاری مشکلی سخت از روسیه و یا تاجیکستان به ما زنگ نزند و بگوید که حالی بد دارد و می خواهد به او از هر راهی نباشد کمک رسانیم. یکی میگوید شوهرش از خانه دستی خالی رانده است و نمیدوند چیکار کند. دیگری میگوید تجارت داشت آمدند و به زور از دستش گرفتند. سومی میگوید که با مردی در روسیه ازدواج کرد و بعدا فهمید که زن داشته است و حالا نمیدوند چیکار کند. ما این مراجعات ها رو میشنویم، بررسی میکنیم و اگر زن راضی بود با او صحبت میکنیم. بعد مشکل او را با متخصص در میان میگذاریم که چگونه از چنگال این مشکل رها یابد. از زرانگیز همچنین درباره محتوای برنامه‌های اولینی سلام خواهر پرسیدیم. بله، اولین برنامه درباره یک مسئله واقعا دردناک است و اون هم تجاوز جنسی دختران نابالغ که در تاجیکستان متاسفانه سالهای اخیر رو به افزایش آورده است. با وجود آن که جزای سخت برای این جنایت سنگین در کشور تعیین شده است، سالانه ده‌ها مورد اذیت و آزار جنسی کودکان در کشور ثبت می شود و مردان کلان هم جزا می گیرند. در برنامه اولین یک جوان دختری را دعوت کردیم که بعد تجاوز شدن در 13 سالگی روزهای سیاهی را پس سر کرده است و مشورت روانی احتیاج دارد. روانشناس را هم دعوت کردیم که راه کمک به این دختر را نشان می‌دهد. برنامه دیگری ما درباره مادر 2 فرزند است که یکی را شوهر سابق برخلاف امر دادگاه گرفته است و به او برنمیگرداند. مادر به تمام زینه‌های دادگاهی رفته است. حکم برگردانیدن پسر را هم دارد. ولی پدر همچنان هر دو پایش را در یک موزه کرده پسر را به مادر نمی‌دهد و یا گاه اصلا نشان دادن نمی‌خواهد. در این برنامه حقوق شناس مشورت می‌دهد که در چنین حالت مادر چیکار باید کند تا حق به حقدار برسد. از این زیاد گفتن نمی‌توانیم و فقط این را میگویم که برنامه سلام خواهر به زودی و یا همین ماه اوگوست نشر می شود و ما را در کانال آزادی ویدیو، وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام منتظر باشید.
برنامه نوی رادیوی آزادی رو از دست ندهید. برنامه رو پای میگیریم با یک خبر از کولوب. در این شهر محاکمه قضیه مدهیش کشتار یک مکتب خان از جانب همسینفش به انجام رسید. حادثه که ماهی مارت رخ داد و بسیاری ها را در شهر کولوب تکان زده کرد، یکی دیگر از نمونه های افزایش حادثه های جنایتکاری در میان نابالغان در این شهر گفته می شود. مقامات دادستانی میگویند کار با نابالغان و مکتب خانان باید بهتر براه مانده شود. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. دادگاه شهر کولوب خواننده صنف دهمی مکتب میانه رقم 5 شهر خورشید اودینایف را برای به هلاکت رساندن همسینفش به 4 سال زندان محکوم کرد. مشخص نیست که خانواده های طرفین با حکم دادگاه راضی هستند یا نه. دادستان شهر کولوب در یک نشست خبری اعلان کرد که پرونده را به طور کامل بررسی کرده به دادگاه فرستاده اند. با گفته دادستان، دادگاه اکنون حکم نهایی را صادر کرده است که دارای اعتبار قانونی دارد. درگیری بین دو همسنف روز 31 مارت هنگامی که آنها در مکتب بودند رخ داد. این حادثه اولین در مورد از این نوع در میان خوانندگان مکاتب میانه تاجیکستان نیست، اما مقامات دادستانی منطقه کولوب از کاهش جرم‌ها بین نورسان نسبت به سال‌های گذشته خبر دادند. اما دادستان شهر کولوب تاکید کرد که جنایت‌ها میان جوانان شهر افزایش یافته است، ولی او آمار دقیقی را ارائه نکرد. گرچه که در مقیاس اگر منطقه کولوب اگر صادر شوی جنایتکاری اگر کم گردیده باشد، همین حالت در شهر کولوب افزوده است. خیلی کش موقعیت کرده در حقیقت سبب تحلیل ما نشان داد که اکثریت همین نابالغانی که همین دست به صادرکنی جنایت میزنند از عائله‌های ناسالم. در سالهای اخیر زن و زنی میان نورسان و جوانان باعث به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان شده است. در چنین زن و زنی ها جوانان گاه از کارد و سلاح‌های دیگر استفاده میکنند. در ماه ینور دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را به دلیل دست داشتن در قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرد. این دانش آموز که در صنف 8 تحصیل میکرد به اوباشی و کشتار گناهکار شناخته شد. دادستان کلی تاجیکستان در بیانیه اعلان کرد که حادثه به دلیل درگیری گروهی بین خوانندگان صنف‌های 8 و 9 یک مکتب ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه رخ داده است. زن و زنی خوانندگان در روی پل دریای الاک در ناحیه رودکی صورت گرفته با کاردکشی انجام یافته است. در خبرنامه دادستان کل گفته شده بود که زن و زنی بین نورسان تابستانی سال گذشته رخ داده، حکم نورس گمانبر روز 10 ینور اعلان شده است. در این زن و زنی کالدشف خواننده صنف 8 مکتب رقم 15 ناحیه رودکی از ضرب کارد در قفس سینه اش خورده به هلاکت رسیده است. با حکم دادگاه عالی نورس گمانبر به 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کلونی‌های تربیوی نظامش عمومی محکوم کرده شد. مقامات در گذشته گفتند برای پیشگیری از این حادثه ها معرکه تفتیش مکتب ها و جستجوی دریافت کارت از خوانندگان را به راه مانده در مکتب ها محافظ گذاشته اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. و یک خبر، مقامات در مینسک خانه دو اتاقه رهبری مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکا و همسر زندانی او را که میخواست در انتخابات اخیر نامزد پرزیدنتی شود فروختند. منزل با مساحت 66 متر مربع در شهر مینسک روز 26 ایول به کدام یک برنده ناشناس مزایده با ارزش $80,740 فروخته شده است. در همین جا نشر امروزه برنامه اخبار آزادی به آخر میرسد. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید، ولی برای دریافت خبر و گزارش‌های بیشتر درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان میتوانید به سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های رادیوی آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک مراجعه کنید. خدا نگهبان شما.